زنده سرایی است و شما هم اشتراکچی باری چندم این برنامه هستید. آفرین به شما، سلامت باشید. پس ناظم جان گمانم آماده است که با یک ترانه زیبا همراه رامشگران خاطر بیننده های ما را شاد گردانند. بله. مرحمت. آن کسی را که تو می جویی که خیالی تو بسر دارد، بس کنی ناله و زاری را، بس کن که یاری دیگر دارد، بس کنی ناله و زاری را، بس کن که یاری دیگر دارد. تو دیگر عشقت مریزم، تو دیگر خود را مسوزم، زندگی از امید است، عاشقی رنگی دیگر دارد. رازی دل بر تو بگفتم ولی تو لب نکشادی، سال بر جای رسیده است، من انتظار جوابم. روز یادش نمودی، قصه عشقش سرودی، بس که خونی دل بخوردی، قصه عشقت اثر دارد. تو دیگر عشقت مریزم، تو دیگر خود را مسوزم، زندگی از تو امید است، عاشقی رنگی دیگر دارد. رازی دل بر تو بگفتم ولی تو لب نکشادی، سال بر جای رسیده است، من انتظار جوابم. آن کسی را که تو می جویی ای خیالی تو بسر دارد، بس کنی ناله و زاری رو، بس کن که یار دیگر دارد، بس کنی ناله و زاری رو، بس کن که یار دیگر دارد، بس کن که یار دیگر دارد، بس کن که یار دیگر دارد. آفرین. سپاس ناظم جان برای ترانه زیبا. میگفتید که این ترانه مالکی است تا اون وقتی که میشنیدیم یک مالک به دلربا ایوبی خوب شباهت داشته میگونه نیست؟ بله. این ترانه از دلربا ایوبی است و این سرود با من خیلی هم پسند آمده است. از همون دوره ایامی جوانی گوش میکنم، با من خیلی معقول است و ما با همراهی برادران، با همراهی نوازندگان خود این سرود رو تکمیل آهنگ کردیم و این سرود رو سراییدیم. بسیار خوب هم اومده است. آفرین بر شما. خب همچون یک جوان هنرمند
بیشتر میکوشید که چگونه ترانه ها رو روی کار بیارید؟ بسیارتر ما کوشش میکنیم که ترانه رو اصراریم که به دل مردم تاجیک پسند آید و به همه زمانه ما جوابگو باشد و به فرهنگ مردم تاجیک به خلق تاجیک این ربط داشته باشد. بسیار خوب. بیشتر در یک جایی با رامشگران همکاری میکنید. خودتون آهنگ میسازید و یا که هست همکاری با آهنگسازان؟ چی آهنگایی که ما میسازیم سر اول ما در وقتی تکمیل میشینیم با همراهی نوازندگان و با مصلحت نوازندگان همدیگر با مصلحت همدیگر مثلا اینجا مثلا ایواز کنی جای ها مقصد چخیل سراییدن رو با همراهی نوازندگان مصلحت میکنیم و میسرویم. در انتخاب موضوعهای شعریتون کی کمک میکنه؟ بله از شاعرها از کتابها بسیارتر استفاده میبریم و تکمیل موسیقی میدیم میسرویم. بسیار خوب. آفرین بر شما. در راه ایجاد ما برای شما بازم موفقیت آرزو بکنیم. خب شبنم گل مهتاب گفتید که آموزگار هستم. قصه از درسخانه خواننده ها کنید و از ذوق درس دهی کنید که چگونه است؟ راستی وقتی که من نو به کار رفتم شخصا خودی من شاگرد استاد خیراندیش هستم و پروریده همون محفل همیشه بهار که هستم. بعد از 2 ماه کاری من راهبر یک مجلس گذرانیدن و تمام آموزگاران را جمع آوردن و گفتن که در همین 2 ماه کی چی کار را به انجام رسانید. خیر هر یک از کار خود می گفت و اولین سخنی که به من این سوال اولین باره که این سوال را به من دادن من چنین پاسخ دادم که کاری که من کردم از میان همین شاگردان ایجادکاران را جدا نمودم و با آنها کار کردم. بعد معلمه به من نگاه کرده گفتن که تو به همین جوانی چگونه فهمیدی که کی ایجادکار است؟ من گفتم وقتی که در میان کودک کار میکنی با طالبه ها کار میکنی آن لحظه میفهمی که کی چی استعداد داره، چون که خداوند بزرگ به هر یک ما یک استعداد داده است. به همین خاطر به من محفل دادند و گفتن که انتخاب در دست شما، خودت چگونه میخواهی نام محفل را گذار. من به یگان فکر به یگان اندیشه نام محفل خودم را همیشه بهار گذاشتم. بسیار خوب بسیار خوب. صاحب مجموعه هم هستید؟ بله. 2 مجموعه دارید؟ 2 مجموعه دارم. یکی در آرزوی پدر که با دستگیری استاد خیراندیش روی چاپ برآمد و دیگر دسته جمعانه با نام 40 دختران است که 40 بانوی تاجیک در آن است و استادان ما فرزانه هستند، گل رخسار هستند. وقتی که استاد ابراهیم نقاش به من زنگ زده گفتند که ما یک کتابی را دسته جمعانه میخواهیم روی چاپ براره. من گفتم که در آن کتاب کیها هستند؟ گفتن که استادان. من گفتم چگونه این افتخار برای هر یک نوقلم است که در پهلوی استادان بودن و من هم در آنجا هستم. بسیار خوب. گفتید که بیشتر در موضوع پدر شعر می نویسم و مجموعه هم دارید با عنوان نامی در آرزوی پدر. خب بیاید برای پدران عزیز ارجمند، برای مادران عزیز ارجمند، برای کل مردم تاجیکستان چند مصرع قرائت کنید تا یک جای شنویم و بازم آفرین بخوانیم به قلم شما. دلم با گریه کردن عادتی دیرینه دارد که گویا گریه هم داروست انسان را طبابت میکند. شاید ندانم چون درخت زندگی خیش به آب دیده من سبز می باید. دلم اندر فضای خاطراتم سردگاه شد، تبسم در لبان من چرا هرگز نمی آید. بدون گریه کردن زندگی زیباست میگویند، بدون گریه کردن زندگی زیباست میگویند. چرا هر طفل نوزاده به آب دیده می آید. همه سرچشمه خوشبختی آب دیده خواهد بود. از این رو از اول تا وقتی واپس گریه می باید. بله بسیار خوب. ادامه دهید در موضوع پدر خواهش میکنم. این وقت سراسیمه زمندهیر سفر کرد. این شام پر از غصه من دیر سحر کرد. این شام پر از شور و شرر بر دل من زد. او صبح پر از شاده من جای دیگر کرد. در خواب چرا ماندی تو ای مرغ سحرخیز، یا ساعتم از عقربکی خیش حذر کرد. نه ای به تو و
عیب من و ساعت من نه، این وقت مرا تا سحری خون جگر کرد. از خوردن غم کاسه صبرم شده لبریز، شب شب نمی دل ریش فقط یاد پدر کرد. آفرین به شما، آفرین. سلامت باشید، سلامت باشید. خب گمانم که نازنین جانم از مصرع‌های شعری بانو شبنم البته انتخاب میکند، سرود میکند، آهنگ میبندد. البته هست همین گونه ایده پیدا شد؟ بله، از کودکی هم بینیاد و من خوب شد در وسیپادن هم بینیاد خوب همکاری میکنیم. بسیار خوب. اکنون گمانم خمار شنیدن ترانه هم فرا رسیده است. ترانه‌ای که الحال میسراید چی نام دارد و چگونه آماده شده است؟ ترانه‌ای که عین حال میخوام سراییدن نامی ترانه لعلی بدخشان است. سرود از حافظی، از سراینده افغان و تاجیک هم گوییم خطا نمیکنیم، میر مفتون. آماده ایم که بسرایم؟ بله آماده ایم بسرایم. مرحبا. نظر در آمد چیکا کی مسیر روشان، زیری لبش تبسم پیش گفته بو پریشان. یار جان نظر در آمد چیکا کی مسیر روشان، زیری لبش تبسم پیش گفته بو پریشان. جانم 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 لالی بدخشانم، جانم 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 لالی بدخشانم. آفرین. نازنین جان تشکر. جوان فعال هستی، امیدوار هستیم که موفقیت‌های خوب در پیش ما رو انتظار است و در ایام بهار و نوروز در این فصل واقعا هم زیبایی که همه جا گلپوش و همه جا زیبا و معطر است و هر کسی که خوب به کوچه میبراید، از خانه میبراید، الکه یک هوای تازه، یک فضای زیبا احاطه میکند
و خود را راحت و خود را یک واقعا جوان هم گویم احساس میکنی در این طبیعت زیبا. تصمیم هست، اراده هست گمانم که در این ایام زیبا و شکفتن ها و رستن ها برای مردم همچون هنرمند جوان دستگل هدیه بسازد، منظورم کنسرت. بله، ما نقشه داریم که در آینده با بحر مردمی تاجیک بحر مخلصان یک کنسرت برپا نموییم با آواز زنده. این در نقشه ما هست. بسیار خوب دوستان عزیز، اون نفرانی که تازه به ایجاد ناظم جان آشنا هستید منتظر باشید. در فصل نوروز شما را یک کنسرت با حشمت انتظار است که ترانه های جدید دارد که تا حالا بسیاریش را نخوانده است و گمان میکنم که به طور زنده سراییدن پیش مردم هم کاری آسان است و عادت کرده از برنامه فضای تلویزیونی سفر. البته این برنامه شما بین برنامه خوب است. در اینجا ما میبینیم خود را آزاد حس میکنیم و تبدیلی ما هم هست که ما بسیارتر در همه جا زنده سراییم و برنامه شما با ما این امکانیت رو میدهد. سلامت باشند. آفرین بر شما. رشد ایجاد آرزو میکنیم برای شما. خانم گل مهتاب، اشتراکچی فعال محفل همیشه بهار استاد خیراندیش هستید. چی بخشید این محفل به شما و چرا تصمیم گرفتید خود شما هم در مکتب همین گونه یک محفل تشکیل کنید؟ وقتی که انسان به یک جا قدم میگذارد از آنجا برای خود چیزی میگیرد. اگر چیزی گرفت برد کرد وگرنه این خطای بزرگ است. بله. و من از استادم بسیار چیزها را گرفتم. پند پدرانه، مهر، صداقت، وفاداری، هر چیزی که استاد داشتن به ما شاگردان آموختند و من هم میخواهم که فدایی باشم همچون استادم در همین جاده. خب میخواهید آموختهاتان را هدیه کنید به نسل نورس جوان؟ شاگردان خودم چگونه که استاد به ما هدیه کردن و من هم میخواهم این را هدیه کنم به شاگردان خود. بسیار خوب. در موضوع نوروز و بهار دارید مصرع‌های شعری؟ اصلا من فصل خزانریز را زیاد دوست می داشتم تا آن زمانی که سخنان مادرم به من تاثیر خود را نبخشید. روز من در کوچه های شهر قدم می زدم که شمال سخت وزید و برگ ها گویا تبسم کنان از شاخه های درخت به زمین می افتیدند. از این الهامی من آمد و شاد به خانه رفتم و این قصه رو به مادرم نقل کردم. مادر جان گفتم شما امروز ندیدید برگ ها چگونه تبسم کنان از شاخه های درخت به زمین می افتیدند. مادرم گفت هیچگاه تو بر ریختن برگ ریزه ها شاد مشو، چون که ما هم شبیه برگ ریزه هاییم. گاه اشک می ریزیم به مثل باران، گاه می درخشیم به مثل خورشید، گاه دیگر می زنیم در خانه دوست را چون نسیم صبح، گاه دیگر رهایی می جوییم از همه درد و غم و از این بازی قسمت. بله. پس بگو دخترم که برگ ها هنوزم شادن، تو نمیدانی بعد رفتن چقدر زخم ها را روی شاخه ها ماندن. بله، آفرین. امید میبندیم که همیشه به سوی خوشبختی ها شما قدم بزنید. امید میبندیم که دیگر از خزان حرف نزنید، چون شما خود شبیه بهار هستید، چون شما خود شبیه نوروز هستید. مرحمت مصرع‌هایی را که در وصف نوروز نوشتید برای بیننده ما قرائت کنید. همین گونه با مطلب همین گفته های شما، چون اویسا به فرجامی برنامه را استایسادیم، با شما و با بیننده خیر خوش میگوییم. بعدا باز دیدار بینی آینده. با نقش و با نگارت ای چهور بهاری، در دشت ها سراسر حسن چکن بیاره. مانند من تو هستی از دیدن تو مستم، با موج گل مستی من مهر با تو بستم. نوروز نوبهاری خوش آمدی به کویم، در کشور عزیزم عطر تو را ببویم. با چرخ بال خورشید هر جا که پر کشیدی، از دور شاه جمشید تا دور ما رسیدی. با 7 سین تو هستی میراث از نیاگان،
با این همه شکوهت اقبال را نویدی. نوروز نوبهاران خوش آمدی به کویم، در کشور عزیزم عطر تو را ببویم. رنگین قبا زمین شد، با سبزه نازنین شد، هر گوشه طبیعت زیبا و دلنشین شد. بگذشت سردی دی بر ملک تاجیکستان، بگذشت سردی دی شد یاله ها دل افروز. بر ملک تاجیکستان خوش آمدی تو نوروز. نوروز نوبهاران خوش آمدی به کویم، در کشور عزیزم عطر تو را ببویم. آفرین. سلامت باشید. شما نیز خوش آمدید به تلویزیون سفینه به برنامه فضاست. شما نیز اهل رامشگران، ناظم جان و بیننده های عزیز، ما تمنا میکنیم که بهار امساله به خاندان همه ما و شما فیض بیارد، احسان بیارد، عشق بیارد، محبت بیارد، دوستداری بیارد. امید میبندیم که مثل بهار همیشه سبزندر سبز باشید، عاشق باشید به زندگی، به پیشرفت، به روزگار واقعا خجسته و نیکپی و فرخنده. ما آهسته آهسته به انجام برنامه این شامینه مان رسیدیم. سعادت و کامیابی و موفقیت یارتان. یک نوازش زیبای دیگر از جانب رامشگران گروه سازی و آوازی ناظم جان هدیه میگردد و تا دیدار آینده. مرحمت.